سلام، وقتتون بخیر. در خدمتتون هستم با قسمت ششم که قسمت خیلی مهمیه. چرا قسمت خیلی مهمیه؟ چون داخل این قسمت میخوایم بریم ببینیم پیپ چیه و چطور میتونیم سود و زیانمون رو حساب کنیم. خیلی جذابه برای خیلی هامون که از این قضیه بیخبریم و خیلی جا میشنویم میگن پیپ. آقا یعنی چی این پیپی که میگن؟ معنیش چیه؟ من چطور میتونم حساب کنم چقدر ضرر کردم و چقدر سود کردم؟ آخر جلسه هم که این مباحث رو با هم یاد گرفتیم میریم روی چارت مثل جلسه قبلی با هم دیگه بررسی میکنیم به شکل لایو که اگر مثلا روی یه نموداری من اینجا میخریدم و اینجا میفروختم دقیقاً چقدر سود میکردم. توی چند تا جفت ارز مختلف این رو با هم دیگه حساب میکنیم. بریم سراغ تعریف تئوری پیپ. واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت میشه پیپ. به همین راحتی. پس پیپ چیه؟ واحد اندازه‌گیری تغییرات قیمت. حالا روی عدد میخوایم بگیم، روی مثلا جفت ارز یورو دلار پیپ کدوم رقم میشه؟ مثلا قیمت جفت ارز یورو دلار 1.5147. پیپ این رقم هستش، یعنی رقم چهارم بعد از اعشار رو بهش میگن پیپ. داخل تمامی جفت ارزها به غیر از جفت ارزهایی که یک سمتشون ین ژاپنه رقم چهارم رو بهش میگن پیپ. جفت ارزهایی که یک سمتشون ین ژاپنه چه فرقی داره؟ بعد از اعشار دو رقم به ما نشون میده و رقم دوم بعد از اعشار رو بهش میگیم پیپ. در کل آخرین رقم بعد از اعشار پیپ هستش که داخل تمام جفت ارزهایی که ین ژاپن وجود داره، چشم‌بادومی هامون وجود دارن، رقم دوم رو بهش میگیم پیپ و داخل باقی جفت ارزها رقم چهارم. اگر متوجه نشدید خیلی ساده اسلایدهای بعدی کامل براتون توضیح داده میشه، اصلا نگران نباشید. فقط خواستم بهتون بگم که پیپ کدوم رقمه، به همین راحتی. خب حالا ما گفتیم پیپ رقم چهارمه. یه رقم پنجمی هم گاهن بروکرها به ما نشون میدن. قضیه این رقم پنجم چیه؟ ببینید هر یک پیپ مساویه با 10 پوینت. هر یک پیپ مساویه با 10 پوینت. پس اگر بعضی بروکرها به ما رقم پنجم رو نشون دادن، رقم پنجم پوینته که ما هیچ کاری با این پوینت نداریم. چرا؟ چون که سود و زیان خودمون رو بر اساس پیپ محاسبه میکنیم، کاری با پوینت نداریم. بعضی بروکرها برای اینکه نشون بدن اونها حرفه‌ای ترن، مثلا حرفه‌ای تر قیمت رو میخوان نشون بدن، رقم پنجم رو که پیپ هستش یا همون پیپت به ما نشون میدن. ما یه جفت ارزی داریم، مثلا همون یورو یو اس دی رو مثال میذارم. قیمتش چقدره؟ 1.5147. این جفت ارز قیمتش تغییر میکنه، میشه مثلا 1.5155. قیمتمون چقدر تغییر کرده؟ قیمت ما چقدر تغییر میکنه؟ راحت دیگه حساب کنید. 8 پیپ. اینو از این کم میکنید، 8 پیپ باقی میمونه. پس اگر قیمت ما از 51.40 حرکت کنه برسه 51.55، یعنی 8 پیپ تغییر قیمت داشتیم. حالا یه سوال دیگه، ما چقدر پول در آوردیم؟ من آقا 8 پیپو کاری ندارم، میخوام ببینم چقدر پول در آوردم. ببینید این سوال اینجا جای اشتباهی پرسیدنش، یعنی این سوال کلا اینجا اشتباه پرسیدنش. چرا؟ الان عرض میکنم خدمتتون. برای اینکه متوجه بشیم چرا دلیل پرسیدن این سوال اشتباهه، این اسلاید بعدی. داخل بورس ایران، من مثال رو روی بورس ایران میزنم که خیلی ملموس باشه. شما فرض کنید یه دونه سهم میخرید، مثلا شطران میخرید، حالا هرچی، یه سهمی رو میخرید این پایین و قیمت رشد میکنه میره به سمت بالا، به سمت بالا حرکت میکنه و شما 140% سود میگیرید. خب حالا یه سوال، قیمتی که 140% رشد کرده چقدر به من سود داده؟ خب این سوال اشتباهه دیگه. من باید ببینم چقدر خریدم، چند میلیون تومان سهم رو خریدم که بدونم 140% چقدر میشه بر اساس اون. مثلا اگر 100 میلیون تومان خریده باشم، خب 140% سود میشه 140 میلیون. اگر 10 میلیون خریده باشم 140% سود میشه 14 میلیون و اگر 5 میلیون خریده باشم 140% سودش میشه 7 میلیون سود. پس اینجا حجم مطرحه. حجم مهمه که آقا من چقدر خریدم. داخل فارکس هم دقیقا به همین شکله. پیپ در کنار حجم معنی پیدا میکنه تا ما بتونیم سود خودمون رو حساب کنیم. پس برمیگردیم به اسلاید قبلی. ما چقدر پول در آوردیم؟ درسته که 8 پیپ تغییر قیمت داشتیم، باید ببینیم چقدر حجم زدیم. حالا این حجم بر چه اساسی حساب میشه داخل بازار
داخل بازار فارکس ما به حجم میگیم لات. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات میشه لات. خب حالا هر یک لات چقدره؟ هر یک لات 100,000 واحده. هر یک لات 100,000 واحده. یعنی اگر من بگم یک لات دلار دارم یعنی 100,000 واحد دلار دارم، یعنی 100,000 دلار دارم. اگر بگم یک لات یورو یعنی که 100,000 یورو دارم. پس فرقی نداره که ما بگیم یورو بگیم دلار فلان، هر یک لات مساویه با 100,000 واحد. خب یک لات یورو USD، من میخوام ببینم اگر بیام حجمم رو بذارم روی یک لات و یک پوزیشن باز کنم روی جفت ارز یورو USD، یورو دلار، هر یک پیپ تغییر قیمت مساوی میشه با 10 دلار. به همین راحتی. پس من دیگه میتونم خیلی راحت حساب کنم اگر من 10 پیپ تغییر قیمت داشتم در صورتی که حجمم یک لات باشه روی جفت ارز یورو دلار 100 دلار سود کردم. 10 پیپ 100 دلار، 100 پیپ 1000 دلار و به همین ترتیب قابل محاسبه هستش. خب حالا یه سوال، شما اینجا گفتی که هر یک لات یعنی 100,000 دلار، یعنی من باید 100,000 دلار داشته باشم تا بیام یه پوزیشنی رو بتونم باز کنم؟ این همه پول نه. داخل بازار فارکس قبلا مبحث وجود داشت که فقط شما میتونستید با یک لات معامله انجام بدین، یعنی استاندارد لات وجود داشت فقط. اما به مرور زمان دیدن آقا یه سری معامله‌گران خرد هم وجود دارن، اونا هم میخوان ترید کنن. خب ندارن 100,000 دلار ندارن بیان ترید کنن، اومدن چیکار کردن؟ واحدهای کوچیکتری رو تعریف کردن. مینی لات، مایکرولات و نانولات. اینا به چه شکلی هستش؟ مینی لات 1/100 یعنی 10,000 دلار. من اگه 10,000 دلار داشته باشم میام مینی لات باز میکنم. اگر 1000 دلار داشته باشم میام میکرولات باز میکنم که 1/100 لات هستش. و اگر 100 دلار داشته باشم میام 1/1000 لات حجم باز میکنم. خب چون ما قلم نور نداریم مقدار این خطا کج میشه، پاکشون کنم. خب اینو متوجه شدین دیگه به چه شکلی هستش. پس اگر من بیام یه مثال عددی خدمتتون عرض کنم، اگر من بیام اینجا 1/100 حجم باز کنم، میکرولات رو من مثال میزنم، 1/100 حجم باز کنم، به ازای هر یک پیپ قیمت من چقدر تغییر میکنه؟ اینو بهش فکر کنید. یه تقلب میخوام برسونم. ما تو اسلاید قبلی گفتیم که آقا به ازای هر یک پیپ اگر یک لات حجم باز کنم من 10 دلار سود میکنم به ازای هر یک پیپ. پس اینجا خیلی راحته دیگه، میتونم حساب کنم به ازای 1/100 2 تا صفر میارم عقب، یه صفر میارم عقب میشه 1 دلار. اینجا به ازای هر یک پیپ اینجا 1 دلار سود میکنم، اینجا دوباره یه دونه صفر میارم عقب، به ازای هر یک پیپ 1/10 دلار سود میکنم من. اوکی، پس دیگه به همین ترتیب قابل محاسبه هستش. برای اینکه بهتر متوجه بشید من یه بار دیگه این قسمت رو میرم اسلاید قبلی، بعد میریم روی چارت هم چند تا مثال عددی با هم دیگه حل میکنیم. ببین ما گفتیم هر یک پیپ مساویه با 10 دلار در صورتی که یک لات داشته باشیم. پس اگر 1/10 لات داشته باشیم یک پیپ میشه 1 دلار. اگر 1/100 لات داشته باشیم یک پیپ میشه 1/10 دلار. یعنی اینجا هر 10 پیپ مساویه با 1 دلاره. هر 10 پیپ مساوی میشه با 1 دلار. چون اغلب حجم هایی که باز میشه روی میکرولاته، به خاطر همین من دارم خیلی روش تاکید میکنم. بعدن هم قطعا خیلی باهاش کار خواهیم داشت جلوتر. خب صحبت های این جلسمون تموم شد. فقط میمونه این که بریم سراغ چارت و چند نمونه از این مباحثی که خدمتتون عرض کردم داخل جفت ارزهای مختلف رو با هم دیگه پیدا کنیم و حساب کنیم که اگر مثلا یه جایی می‌خریدیم و یه جایی می‌فروختیم چقدر. من جفت ارز یورو دلار رو آوردم که چند جا روی چارتش با هم دیگه بررسی کنیم اگر کجا می‌خریدم و کجا می‌فروختم چقدر سود می‌کردم. مثلا همینجا اگر من این پایین می‌خریدم و این بالا می‌فروختم چقدر سود می‌کردم؟ چطوری میتونم حساب کنم؟ خیلی راحت. اون اسکرول وسط موس رو فشار میدید، صلیب برای شما میاد. این صلیبی که الان برای من اومد، اسکرول وسط موس رو که فشار بدید میادش.
اگر هم که نداشتید حالا اون اسکرول رو به هر دلیلی، این بالا سمت چپ صلیب رو میزنید و میاد. کنترل F رو هم میتونید فشار بدید، روش های مختلفی داره. خب کنترل F رو میزنم، این صلیب برای من نمایش داده میشه. از این پایین میگیرم میکشم تا بالا، 3 تا عدد میاد. این اعداد رو قبلا دربارش صحبت کردم که هر کدوم چی رو نشون میده، اما دوباره صحبت میکنم دربارش. عدد سمت چپ نوشته 28. این 28 چیه؟ میگه 28 کندل قیمت حرکت کرده. میگه از اینجا تا اینجا 28 کندله، این کندل هایی که اینجا میبینید. عدد دوم چیه؟ تغییر قیمت بر اساس پیپت، بر اساس پوینت. ما گفتیم بر اساس پیپ میخوایم حساب کنیم، پس اگر نوشته 352 ما اون 2 رو کاری نداریم، یعنی 35 پیپ. 352 پوینت یعنی 35 پیپ. قیمت عدد سمت راستش رو کاری نداریم. خب عدد سوم چیه؟ نوشته 0.99 اون قیمت لحظه‌ایه. قیمت لحظه‌ای این جفت ارز رو نشون میده که اون رو هم کاری نداریم، ما فقط این عدد وسط رو کار داریم، یعنی این 35 پیپ رو. خب پس قیمتمون اینجا شد 35 پیپ تغییر. من می نویسمش که خاطرمون بمونه، مثلا با این رنگ 35 پیپ. اینجا 35 پیپ تغییر قیمت بود توی این حرکت. 35 پیپ اگر که من حجم 1/100 باز می کردم چقدر سود می شد؟ من مثال هامو روی همین حجم 1/100 میزنم چون بیشتر با 1/100 کار داریم. حالا این هم اگه کشیده میشه صاف. خب اوکی. 1/100 لات من حجم باز کردم، این لاته 1/100 لات. در صورتی که 35 پیپ تغییر قیمت داشته باشم چقدر سود میکنم؟ اینو میتونید ویدیو رو پاز کنید خودتون حساب کنید. کاملا درسته، $3.5. چرا $3.5؟ چون گفتم دیگه هر 10 پیپ در صورتی که حجم من 1/100 لات باشه میشه $1. پس 35 پیپ میشه $3.5. به همین سادگی. بریم یه جای دیگه روی چارت ببندمش، یه جای دیگه روی چارت یه نزول رو با هم دیگه حساب کنیم. مثلا اینجا این حرکت نزولی رو ببین. اگه من اینجا سل میگرفتم، پوزیشن سل باز میکردم و اینجا میفروختم چقدر سود میکردم؟ پوزیشن سل در صورت ریزش قیمت سود میکنم دیگه. میام اینجا حساب میکنم، صلیب رو میارم اول از این بالا تا این پایین 606 پوینت که یعنی 60 پیپ. 60 پیپ رو می نویسم که حساب کنم. 60 پیپ. این تغییر قیمت 60 پیپ هستش. 60 پیپ در صورتی که من حجمم 1/100 لات باشه چقدر سود میشه؟ خیلی راحته دیگه، هر 10 پیپ $1، پس 60 پیپ میشه $6. به همین راحتی. حالا برم یه جفت ارزی بیارم که داخلش ین وجود داشته باشه، چون گفتیم ین یه مقدار متفاوت هستش. مثلا من فرانک ین رو میارم. فرانک ین رو میارم اینجا و میبینید که تا 3 رقم اعشار نوشته که گفتیم یه رقمش پوینته، ما همون 2 رقم رو در نظر میگیریم. این پایین اینجا مثلا من اینجا یه پوزیشن بای باز کردم و این بالای بالا فروختم. چقدر سودم میشه؟ صلیب رو میارم از این پایین تا این بالا میکشم 681 پوینت که یعنی 68 پیپ. ببینید فرقی نداره ما جفت ارز ین دار بیاریم، یعنی جفت ارزی که داخلش ین وجود داشته باشه یا جفت ارزهای دیگه. به هر حال وقتی که با این صلیب من بکشم اصلا دیگه نیازی نیست خودم چیزی حساب کنم، خود صلیب برام حساب میکنه دیگه. از اینجا تا اینجا پس شد چقدر؟ 680 خورده‌ای که میشه 68 پیپ. می نویسمش. اینم دقیقاً محاسبش به همین شکله. این چیه نوشتم؟ 68 پیپ به شرطی که حالا میخوام من حجم رو بیشترش کنم. مثلا من بالانسم یه بالانس $10,000 میام 1/10 حجم میزنم. این بار به جای اینکه 1/100 حجم بزنم 1/10 حجم میزنم. 1/10 لات رو هم بنویسیم. 1/10 لات حجم میزنم. در صورتی که قیمتم 68 پیپ حرکت کنه من چقدر سود میکنم؟ $68. این چقدر ساده؟ $68.
چرا؟ چون که اگر حجمم 1/10 لات باشه به ازای هر 1 پیپ حرکت قیمت من $1 سود میکنم. دیگه باقی موارد رو هم خودتون میتونید حساب کنید. ببندمش اینو. خب خودتون حساب کنید دیگه. مثلا اگه اینجا بای میگرفتم و قیمت برخلاف تحلیل من میریخت تا این پایین، چقدر ضرر میکردم؟ 529 پوینت، یعنی 52 پیپ. 52 پیپ در صورتی که 1/100 لات حجم باز کرده بودم، من اینجا $5 ضرر میکردم. میام اینجا مثلا این ریزش رو میگرفتم. این ریزش چقدره؟ 1350 پوینت، یعنی 135 پیپ. اگر حجمم 1/100 لات بود، با 135 پیپ سود $13.5 سود میکردم. باقیش هم دقیقاً به همین شکل. امیدوارم این جلسه هم براتون کاربردی بوده باشه. جلسه بعدی میخوام حساب کنم که برای باقی جفت ارزها چقدر سود میشه برای من. یعنی توی جفت ارز فرانک ین که داخلش دلار وجود نداره، این قیمت دقیقاً $10 نیست. یعنی مثلا اگه من از اینجا تا اینجا 38 پیپ سود کرده باشم، $38 دقیقاً نمیشه با حجم 1/10. یه مقدار تفاوت داره. داخل جفت ارزهایی که دلار داره دقیقاً میشه $38. چرا گیجمون میکنی؟ من متوجه نشدم چی گفتی. هیچ اشکالی نداره. جلسه بعدی کامل در رابطه باهاش صحبت میکنیم که داخل جفت ارزهای دیگه غیر از اون جفت ارزهایی که سمت راستشون دلاره چطوری میشه حساب کرد دقیقاً سودم چقدره. این پروسه رو کاملا خودکار متاتریدر براتون انجام میده ها. ولی خب من داخل جلسه بعدی اینو براتون توضیح میدم که خودتون کامل بدونید بک‌گراند این قضیه، پشت صحنه این قضیه چه اتفاقی داره میفته و چطوری میتونید خودتون دقیقاً حساب کنید. امیدوارم جلسه براتون کاربردی بوده باشه. تا جلسه بعدی، خدا